دست به دزدی اموال غیر زدن عملی نوجوانمردانه است که بعضی از نفرانی گمراه به خاطر سامان بخشیدن به روزگار خویش دست به کردارهای خلاف قانون زده سالهای طولانی عمر عزیز خود را پشت پنجره‌های محبس سپری می‌سازند. به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه یاوان ساکن ناحیه مذکور مرادزاده محمد صاحب کار با عریضه مراجعت نمود که شخصانی نامعلوم از سنه 26 به 27 دکبر سال 2022 با شکستن دری در درآمدگاه منزلی استقامتیش وارد حجره استقامتی گردیده از آنجا یک سیف آهنین که در داخلش $30,000 ایالات متحده آمریکا و 60,000 سامانی مبلغ‌های پولی بود تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند که با این عملشان به جبر دیده به مبلغ 370,000 سامانی ضرری جدی رسانیدند. از جانب کارمندان میلیسیا گروهی فوری و جستجویی تأسیس داده شده سنه 2 ینوری سال جاری یک نفر از شهروندان ناحیه مذکور حکیموف دلیر سال تولدش 1991 را با گمان صادر نمودن جنایتی دزدی دستگیر نمودند. گمان بر شده در وقت پرسش به جنایتی صادر کردهش به پورگی اقرار گشت که با همراهی هم مسلکانش بابای فامیلشو و سید احرامی سعدالله سال تولدشان 1999 ساکنان ناحیه مذکور که این حال در جستجو قرار دارند جنایتی زیرین را صادر نمودند. در حقیقت من خانه مرادزاده محمد را در بابای فامیلشو گفتم. بابای فامیلشو شبانه در آمده قطعی سید احرام جان سید در آمده سیف آهنیش را از درون خانهش بردن. در درون سیف آهنیش 370,000 سامان گرفته بوده بین همدیگر هرشون تقسیم کردند. در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه یاوان نسبت گمان بر آن پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.